سلام به بچهای گل تو خوره، خوش اومدید به یه ویدیو جدید از ماینکرافت هاردکور. بچه‌ها امروز زو با هم بسازیم، یه دونه باغ وحش قرار با هم بسازیم، ولی خب باغ وحش هم از اون باغ وحشایی که فقط حیوانات اهلی قرار توش بذاریم، ولی قرار خیلی خفن بشه. اینو بهتون قول میدم چون یه ایده خیلی خفنی تو ذهنمه. بریم که جاهاشو معلوم کنیم اول از همه و براشون یه خونه خیلی خفن درست کنیم و آروم آروم همه مابا رو بیاریم توی خونه‌هاشون. دارم خیلی چرت و پرت میگم، بریم سریع سراغ ویدیو. لایک و کامنت سابسکرایب هم یادتون نره، دمتون گرم. سابسکرایبتون خیلی بهم کمک. بریم let's go. خب بچه‌ها اینجا فکر کنم بهترین مکان برای ساختن اینجا باشه. این یه تیکه درست میکنم، سعی میکنم از وسط شروع کنیم تا بریم جلو. یه همچین منطقه‌ای فکر کنم کوچیک باشه، ولی خب سر اینکه مابا زیادن به نظر من اوکیه. نه همین منطقه اندازش به نظرم خوبه. خب آقا تصمیم گرفتم اینجا رو سنگ بزنم چون امکان داشت اصلا اینا رو نبینم. مجبور شدم سنگ بزنم. خب آقا این بود از منطقه برای تمام مابای زمینی. خوبش اینه که توی یک پیس داریم میسازیم و مابای جدیدی هم که اومده توی این باغ وحشمون هست. What the fuck is this piece of shit? خب بچه ها برای قفس‌ها میخوام اینا رو ببرم پایین‌تر چند سطح که یه جورایی گودال مانند باشه و حیوانامون توی گودال باشن. آره دیگه بریم که اینا رو گودشون کنیم همه. خب آقا همه سوراخ‌ها تموم شد و نزدیک بود بیلم بمرده. برم اینا رو فیکسشون کنم و برگردم. خب بچه من یه ایده‌ای به ذهنم رسید که اینجا چاله مانند بود. اول کار ایده اولی هم این بود که اینجا چاله باشه و توش کلا بایومای مخصوص اون مابا رو بسازم و مابا رو توش بذارم، ولی یه تصمیم گرفتم که نسبت به اون چاله هم بکنیم بره پایین، اینا زیر زمین باشه. از زیر زمین که میریم تو مثلا اینجا قفس‌های حیونا باشه و شیشه باشه، جای این بلاک‌های همین سنگی که گذاشتم شیشه باشه. کل اینجا رو دورش بلاک بذارم و تا پایینش بکنیم و کلا بیارم. الان اینجا رو میبینید 1 2 3. خب بچه‌ها تمام اینجا رو هم کندم و نورانیش هم کردم اینجا و دورش هم دیوار زدم. قفس‌هاشون هم خوشگل و بزرگ شده. الان میدونید وقت چیه؟ وقت اینه که دونه دونه تمام جاهاشون رو درست کنیم، بعدم بریم ماوا رو بیاریم. اینجا برای شترها بریم سراغ پانداها و از الان به بعدم دیگه نمیگم کدوم رو میخوام برم بسازم و همشون رو بسازیم و یه ریپلی ما رو خفن ببینیم. خب بچه‌ها اینم از تمام اینا، تک تکشون تموم شد و واقعا هم خیلی خوشگل شد به نظر خودم. مخصوصا این ایده ساختن کاکتوس با این بلاک‌های بامبو خیلی خفن شد و بالاخره اینجا تموم شد. کف اینجا رو هم تو 1 ثانیه براتون درست میکنم. کفش رو 3 نوع چوب زدم، از این چوبای منگرو زدم و پوستشو کندم، چوبای چری هم زدم ولی خب پوست اینا رو نکندم و چوبای کریمزون استما. خیلی این کف قشنگ شده. این دوتا خیلی به هم میان، این یه ذره رنگش فرق میکنه ولی بازم قشنگ شده. وقتشه که حیونا رو دونه دونه بیاریم تو. چی میکشی داداش؟ زر داداش. خب بچه‌ها تمام حیوونا رو آوردیم، یه سقف اینجا میزنم و بریم واسه طبقه دوم که آکواریوممون رو بسازیم. اینجا ببینید سقف بفرمایید. این هم از صاف کردن اینجا. دهنم سرویس شد بچه‌ها، اینجا رو صاف کنم. فاکینگ
3-4 تا شالکر باکس بیشتر 5 شالکر باکس از این استونبریکا استفاده شد. حالا فعلا دیزاینی روی دیوارش نمیزنم، اون که شبیه بانکرای جنگیه، انگار مثلا جنگ جهانی دوم همه توش قایم شده. حالا از این که بگذریم، الان میرسیم به طبقه 2 که میشه اکواریوم. آره بریم که شیشه هاشو بزنیم بعدم آکواریوم رو بسازیم. لیتس گو. خب اینم از این. هم شیشه ها رو زدم هم قسمت بندی کردم اینجا رو. فقط باید واسه این قسمت بندی هم دوباره شیشه بزنیم. ای بابا قراره دوتا از موقع خفنمونم که اینجا بذارم، یعنی اسنو گولم و آیرون گولم. بدبختا اینا گناه دارن، حداقل یه جا داشته باشن. و اینکه شیشه رو بزنم و دونه دونه نسبت به هر مابی که میخوایم اینجا بذاریم دیزاینشون کنیم. خب اینا از کامل شدهش. برای تزیینش اولش 7 تاشو باید کامل پر از آب کنیم، چون 7 از مابامون کامل توی آب زندگی میکنه. خب آقا 7 تاشون رو پر آب کردیم. اول از همه اینجا رو پر شن میکنم. پر شن که منظورم فقط کفشون رو شن میکنم تا یه دیزاینی مثل کف دریا بهش بدم. خب اینم از تمام این کفاش. قشنگ ببینید این اولیش بود، دونه دونه تکامل پیدا کرد و خوشگل‌ترش کردم. برو بریم که اینجا رو من آبش میکنم خودم حالا، و بعدش هم که دیگه ریپلی مود درست کردن اینا رو میبینید. لیتس گو. خب بچه‌ها اینم از تمام آکواریوم. خیلی باحال خفن شد. اینجا که میبینید کم جلبک و اینا زدن برای اون حشبه‌های اسکله، یکی اون گلو اسکویدا، یکی هم اسکویدای عادی. این 4 تا هم که اینجا زیاد از اینا زدن برای ماهی‌های مختلفه. اینجا هم که برای دلفینه. بریم که این 4 تا رو ما با یه ریپلی مود خفن ببینیم و بیایم. خب بچه‌ها اینم از دیزاین این چند تا. واقعا این دیزاین علیه خیلی باحال خفن شد. خیلی خوشم اومد از دیزاین اینا رو که تمام کردیم. الان فقط دیزاین 2 تا از این قفس‌ها مونده، اونم دیزاین آیرون گولم و اسنو گولمه. برو بریم این 2 تا رو هم بسازیم و بالاخره تموم میشه و مابا رو میاریم. فقط دهن سرویس اینجاست که من دلفین و گلو اسکوید من چطوری باید بیارم؟ یکی بیاد کمکم کنه واقعا. الان نوبت اینه که سقف اینجا رو بزنیم و بعدش هم بیایم مابا رو بذاریم. حالا اینجا رو ببینید سقف. خب اینم از سقف. یه حالا سقفی میزنم دیگه، شما دیزاینش رو میبینید و لذتش رو میبرید، پشماتون میریزه و مثل همیشه حال میکنید و ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و برو بریم که تمام این مابا رو بیاریم و بعدم یه دیزاین خفن بزنیم واسه اینجایی که خیلی ساده است. البته جدی قیافش باحاله ولی میدونید ساده است. ساده ما چیزای ساده ویدیوهاش نمیذاریم، فهمیدید؟ خب بچه بنده تمام این اکسلاتلا رو آوردم، اونورم لاک پشتامون در اومد و بزرگ شد. دلفین هم آوردیم، اون گلو اسکویدا رو هم آوردیم. OBS کرش کرد، یعنی هیچ کدوم اینا ضبط نشد تا گلو اسکویدا اون موقعی که داشتیم می‌آوردیم ضبط شد. البته اون بدبختا نمیدونم DSM شدن چون دوباره رفتم آوردم. اصلا
دهنم سرویس شده. یه ساعته دارم روی اینا کار میکنم. حالا بگذاریم از اینا. علی آوردم. علی سلام. بذار بیاد اینجا. از این آهنگا داریم. دو تا شو. با چه موزیکش باحاله، موزیکی که جدید اومده. حالا بعد دوباره اینا رو تکثیر میکنم چون 8 تا از اینا میخوایم. دوتاشون که اینجاست. اینم این گلو اسکویدو. اینو دهنمو سرویس. یعنی واقعا آوردن اینا سخته چون هم باید از تو قار بیاریشون بالا یا حالا اصلا دردسر داره اینا. بعد یوزلس ترین مابای بازی هم اصلا. من نمیدونم اصلا چرا اینا رأی آوردن. و خب اینم از این تموم شد. از هر 5 نوع توتی داریم. آبی، سبز، آبی روشن و قرمز و سفید. و اینم از این تموم شد. تمام مابهای پسیو و رام رو که با ما دوستن آوردیم. خیلی چیز خفن شد واقعا. من خیلی از اینجا خوشم میاد. کلا نگه داشتن حیوان مخصوصا توتی من خیلی دوست دارم. اینم از این. بریم که ما اینجا با یه حرکت زیبا اینجا رو ببینید. 1 2 3 و دیدیم. اینم از این. خدایی خیلی خفن شد. البته این درا رو مطمئن نیستم. درا نسبتا زشتش کرده. احتمالا از اون درای بامبا الان بریم بزنیم و دورش هم میخوام بامباهای عادی و بامباهای خشک بذارم. حالا بهتون یاد میدم که چه شکلی بامباهای خشک بذاریم. خب این درا کامل شد. برای گذاشتن همین بامباهای خشک مثلا میتونید یه دونه اینطوری، 2 تا اینطوری هی هر دفعه بذارید دور و بر. فقط سعی کنید به جای نچسبه که اینطوری بشه. حالا بریم دور اینجا رو من میسازم و میام دیگه. خب بچه‌ها اینم شد از این. بالاخره این پروژه‌مون هم تموم شد. خدای خیلی خفن و خوشگل شده. حتما تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. لایک فراموش نشه، کامنت هم بذارید، سابم بکنید و اینکه منو به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی فعلا. Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting in my rest. I be feeling hella rich, no Brian, honey stack. About to make another hit, God bitch, in my life. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. Two hoes, 10 toes, new guac, got a bands, new whip, new chips, new kicks. Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting on my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, honey stack. About to make another hit, God bitch, in my life. If she fucking with me, then you know I got it better. I be feeling like a Uzi, got my mind up on the check. Foot loose, getting goofy.